بزرگترین کارخانه لبنی استان اصفهان که با تولید 300 تن کره حیوانی به عنوان قطب زرد کشور شهرت گرفته. البته شرکت پگاه اصفهان بیش از 100 نوع محصول لبنی تولید میکنه که بیشتر اونها در کشور منحصر به فرده. مثلا تولید کشک لیوانی مایع با ظرفیت 30 تن در ماه و یا تولید 30 تن ماهانه شیرنبه مخصوص و همچنین خامه لیوانی فراپاستوریزه. پیش میره که این محصول هم ماندگاری بالا داشته باشه و هم اون طعم تازگی و تازه بودنش را در طول مدت ماندگاریش حفظ کنه. با حضور افراد متخصص و ماهر و تجهیزات بروز، شرکت پگاه اصفهان جهانی شناخته میشه. مثلا روس‌ها مشتری پروپاگورس محصولات این شرکتند. اخیراً مهندسان جوان این کارخانه با افزایش ظرفیت بسته‌بندی از 20 به 38 تن و امکان ذخیره محصول از 12 به 22 تن عملاً ظرفیت تولید رو روزانه 45% بالا بردن. محصولی هم که الان در حال تولیدش هستیم محصول صادراتی هست، چرا که بازارهای صادراتی ما هم عملاً خواهان این مدل محصول اسلیم ما بودن. چقدر ماندگاری داره؟ حدود 6 ماه ماندگاری محصولات استریل هست بدون هیچ گونه ماده نگهدارنده‌ای. واحد تحقیق و توسعه هم برای نخستین بار پودر قوام دهنده محصولات را بومی سازی کرد. پودر استابیلایزر یا پایدار کننده به اصطلاح فرآورده‌های لبنی پودری بود که در سالهای گذشته از کشورهای دانمارک و آلمان خریداری میشد و در محصولات استفاده میشد. در حال حاضر ما تونستیم فرمولاسیون این محصول رو به صورت یک محصول پتنت در انحصار خودمون در بیاریم. راه اندازی خط جدید و افزایش ذخیره محصول 2 میلیارد تومان برای شرکت هزینه داشته. حالا پگاه اصفهان با تولید روزانه 470 تن محصولات شیرین و 400 نفر اشتغالزایی یکی از بزرگترین کارخانه‌های لبنی ایران شناخته میشه. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.